سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من دریا نوری‌آذر هستم، مدرس ترکی استانبولی و امروز اولین جلسه از سطح آدومون هستش که همراه شما هستیم. سطح آ1 تموم شد، تو پلیلیست مخصوص خودش هستش. تو قسمت هوم اگه وارد بشید و وارد قسمت پلیلیست بشید، ردیف شده پلیلیست مربوط به آ1 مربوط به سطح آ1 و پلیلیست مربوط به آ2 که الان با هم هستیم مربوط به سطح آ2 هستش. و B1 رو هم میدونید که همزمان با آ2 شروع کردم و پلیلیست مربوط به B1 هم مربوطه. ویدئوی مربوط به B1 هم تو پلیلیست خودش هستش. همزمان شروع کردن این سطح ها دلیل بر این نیست که دوتایی با هم برین جلو. کسایی که آ1 رو خوندن تموم کردن از همین ویدیوها از آ2 شروع کنن، آ2 که تموم شد بعد وارد سطح B1 بشن. کسایی هم که کلن آ1 رو ندیدن نخوندن حتما از سطح آ1 شروع کنید. نگید یه سری چیزا رو بلدم، من فیلم دیدم، سریال دیدم، میتونم، متوجه میشم، نمیتونم صحبت کنم، پس سطح من آ2 بذار یه سطح رو بپرم. خواهشن این اشتباه رو نکنید. سطح آ1 پر از نکات مهم و به درد بخور هستش، برای همین اول سطح آ1 رو بخونید، تموم که شد وارد سطح آ2، این سطحی که الان هستیم، بشید. بعد سطح B1 رو شروع کنید. تو پلیلیست های دیگه هم یه سری اطلاعات دیگه داده شده، ویدیوهای اختصاصی ساخته شده. حالا ویدیوی مثلا مربوط به اعداد، الفبا، مضاف مضافون الی هستش و در برنامه‌مون هم هستش که کتابکار آ1 رو برای در واقع با هدف تمرین بیشتر با هم حل کنیم کتابکارشم. و در مورد مکالمه‌ش هم باید بهتون بگم که اکثرتون میپرسین چطور میتونیم مکالمه رو تقویت کنیم. ما اوکی کتابو خوندیم، ولی خب همونطور که متوجه هستید ویدیوهای من تا جایی که میتونم سعی میکنم تمام موارد رو پوشش بدم، ولی خب اون مکالمه که به صورت دیالوگ هستش رو نمیتونم تمرین کنم باهاتون. من دارم مونولوگ، یک طرفه دارم صحبت میکنم. برای همین با پیشنهاد خیلی از دوستان این کارو کردیم که بچه ها ویدیوی یوتیوب رو میبینن، بعد از تموم شدن هر درس، میدونی هر کتاب 6 تا درس داره، بعد از تموم شدن هر درس با هم یه جلسه با هماهنگی قبلی که منم باید با تایمام هماهنگ بکنم، یه جلسه رو با هم اختصاص میدیم و توی یه جلسه درسی که خونده شده رو رفع اشکال میکنیم و مکالمات مربوط به اون درس رو انجام میدیم. حالا اگه یه جلسه کفایت نکرد 2 جلسه، ولی خب یه جلسه به نظر من کافی هستش برای کسی که ویدیو یوتیوب رو میبینه. این کار رو هم میشه با پیشنهاد بچه ها این کار رو شروع کردیم. اینم برای تقویت مکالمتون. کتاب آدو تو سطح کتاب سطح آدومون تو کانال تلگرام قرار بگیره، میتونین از اونجا داشته باشین. و همین دیگه، فکر میکنم چیز دیگه ای نمونده که بگم، تمام موارد و پوشش داد این صحبت. ها بریم که با هم سطح آ2 رو استارت بزنیم. سطح آ2 ما درس یکش در مورد گزلیم görelیم هستش. A2 seviyesinin birinci dersi gezelim görelimle ilgili، در مورد بگردیم و ببینیم، گردش کنیم، بگردیم و ببینیم. و A bölümü mutfakta ile ilgili. mutfakta میدونین mutfak آشپزخونه، mutfakta در آشپزخونه. بریم که با هم کلماتشو داشته باشیم. کلمه اولمون gelsin. gelsin. گرامر مربوط به این کلمات خب جدیده، نمیدونی
نرماله که سر در نیاری قضیه چیه. فقط من یه سری چیزا رو ترجمه میکنم، یه سری چیزا رو بهتون میگم که یه پیش زمینه داشته باشید. صفحه بعدی گرامر رو بهتون توضیح میدم. فقط دقت کنین ببینین با توجه به ترجمه‌ای که میکنم خودتون میتونین حدس بزنین، یه ایده‌ای در مورد گرامر داشته باشین. این کارو حتما بکنید، خیلی تو فهم گرامر کمکتون میکنه. gelsin بیاد، gelsin بیاد. yapsın mı انجام بده. konuşmasın mı حرف نزنه. ekleyin اضافه کنید. ilerleyin پیش برید. تعریف edin تعریف بکنید، توضیح بدید. içmeyin ننوشید. Cümlatışo میخونم. Cümlelerini okuyorum. 2 adet yumurtayı çırpın ve biraz tuz ekleyin. 2 عدد تخم مرغ رو هم بزنید، هم زدن سریع. و یکم و بیراز و یکم نمک اضافه کنید. همین ekleyin'e ha. Orta kısımlara doğru ilerleyiniz. orta متوسط، کسم یعنی قسمت، بخش، پارت. میگه به سمت آه به اضافه کلمه دورو به معنی به سمت هستش. حرف آ یا ا مونده کلون باشه، اینجا کلون باشه، آ اینجا باشه ا. به اضافه کلمه دورو به معنی به سمت هستش. orta kısımlara doğru ilerleyin. به سمت قسمت های میانی یا قسمت وسط پیش برید. O da partiye gelsin mi؟ O da partiye gelsin mi؟ دایی که جدا نوشته شده. بچه ها میدونیم دا دوتایی یا میچسبه به کلمه درس 2 ترم 1 یا جدا نوشته میشه. وقتی جدا نوشته بشه معادله کلمه هم هستش. بند ممنون oldum، من هم خوشبختم. اینجا هم داره میگه o da partiye gelsin mi؟ اون هم به پارتی بیاد. جملت با پسوند پرسشی سوالی شده. در جواب چی میتونی بدی؟ میدونی یا evet یا hayır. مثبت باشه evet، منفی باشه hayır. evet gelsin آره بیاد، hayır gelmesin نه نیاد. sağa dönün cadde boyunca ilerleyin. اینم موقع آدرس دادن به دردمون میخوره. میگه sağa dönün. سا یعنی راست، sol هم یعنی چپ. سا راست، sol هم چپ هستش. راست چپ. sağa dönün به راست بپیچید. جاده boyunca ilerleyin در طول جاده پیش برید، یعنی ادامه بدید، در امتداد جاده جلو برید. sağlıklı beslenin. sağlıklı سالم. beslenin هم یعنی تغذیه کنید. beslenmek نوشتم براتون اینجا، یک فعل فوق‌العاده رایج در زبان ترکیه، یعنی تغذیه کردن. sağlıklı beslenin یعنی تغذیه سالم داشته باشید، غذاهای سالم بخورید. geçmiş olsun بلدیم درس 1 ترم پیش، yeni خدا بد نده، یعنی بلا بدور. موقعی که اتفاقای بد و اینا رخ میده ازش استفاده میکنیم. hazırlık çalışması اومده 6 تا 7 تا تصویر داده و فعل‌های مربوط به اون تصویر رو داده بهمون. در مورد آشپزیه این درس خیلی کمک میکنه به آقاها و خانوم‌هایی که علاقه دارن به آشپزی و تعریف‌های آشپزی. در اون رسیپیش اون چطور میگم، اون تعریف آشپزی که میگه این کارو بکنید، بعد این کارو اینو اضافه کنید و به این مدت نمیدونم منتظر بمونید و به دردتون میخوره. فعل اولمون، تصویر اولمون eklemek هستش. eklemek یعنی اضافه کردن. eklemek اضافه کردن که ilave etmek هم معادل eklemek'e، اونم یعنی اضافه، همون علاوه کردن، اضافه کردن خودمونه. eklemek اضافه کردن. haşlamak آب پز کردن. çırpmak همون قسمت بالای. چرپماک بچه ها موقع کیک درست کردن سریع هم میزنیم اون اولش چرپماکه. اگه قاطی کردن مواد رو ریختی داری آروم قاطی میکنی. اگه منظورتون باشه فعلمون اینه karıştırmak.
یعنی هم زدن آروم یا قاطی کردن. ولی نه، اون هم زدن سریع اگه مد نظرمون باشه چرپماک هستش فعلش. کایناتماک جوشوندن. فعل دیگه کایناماک جوشیدن. پس کایناتماک جوشوندن، کایناماک جوشیدن. دوراماک خورد کردن، کزارتماک سرخ کردن، süzmek آبکش کردن که حتی کلمه süzgeç هم یعنی آبکش. rendelemek رنده کردن و کلمه رنده هم یعنی رنده. حالا سوال چیه؟ سوال میگه اینجا 9 تا من کلمه دادم، میگه این کلمات رو کدوم یکی از این فعلا رو میتونیم انجام بدیم باشون؟ مثلا ماکارونی رو چیکار میشه کرد؟ میشه اضافه کرد، میشه آب پزش کرد، میشه قاطیش کرد، میشه جوشون، خوردش کرد. کدوم یکی؟ حالا من وارد این مبحث نمیشم که چون بالاخره روش‌های آشپزی، شیوه‌های آشپزی متفاوته. شاید من بگم ماکارونی رو نمیشه سرخ کرد ولی شما بگی نه ماکارونی رو میشه سرخ کرد. برای همین وارد این مبحث نمیشم، چیز سختی نیست، فقط کلمات رو با هم یه مروری داشته باشیم ببینیم کلماتمون در مورد چیه. ماکارنا ماکارونی، پاتاتس سیب زمینی که با دوماتس معمولا بچه اشتباه میگیرن، به معنی گوجه فرنگی. یومورتا تخم مرغ، پینیر پنیر، ات گوشت، سو آب، توز نمک، هاووچ هویج، دوماتس گوجه فرنگی. این از این قسمت. و اما بیایم این قسمت رو با هم معنی کنیم. یه سری واحد اندازه‌گیری به من داده اینجا. این واحد اندازه‌گیری رو میخونم. کیلوگرم کیلوگرم، لیتر لیتر، دمت دسته، بی دمت چیچک یه دسته گل، بی دمت گل یه دسته گل روز، بی دمت مایدانوز یه دسته جعفری. میدونین اینجا تو ترکیه ما تو ایران سبزی ها رو کیلویی میخریم. مثلا 1 کیلو سبزی نمیدونم آش رشته و سبزی دلمه و اینا، ولی اینجا با دسته هستش سبزی هامون که همه سبزی های ایران رو نداره متاسفانه. حالا من زیاد خودم سر در نمیارم اسم سبزی ها رو، ولی خب میدونم که جعفری مایدانوز هستش، دروتو شویت هستش، نانه نعنا هستش. این 3 تا رو اینجا من دیدم. 3-4 مورد بیشتر نیستش اینجا، شاید هم 4-5 مورد. میگم من زیاد اهل سبزی خریدن نیستم، برای همین نمیتونم داریم، ولی خب میگم به اون تنوع ایران نیست. موضوع هدف حالا زیاد نریم باشیه، با دسته میفروشن. مثلا بی دمت مایدانوز یه دسته جعفری، بی دمت دروتو یه دسته شوید. تانه که عدد میدونی. دیلیم هم برش خودمونه، بی دیلیم اکمک یه برش نون. بارداک لیوان، فینجان فنجون، کاسه هستش همینی که داری میبینی، کاسه، کاشک قاشق، آووچ مشت. این عکسی که میبینی مثلا یه مشت فندق، یه مشت پسته، به اون میگن آووچ. اینجا یه سری از اگه دقت کرده باشی لوازم مربوط به آشپزخونه، مربوط به خوردن غذا که از بشقاب و قاشق و چنگال و کاردو اینا باشه گفته شده. لیوان گفته شد، فنجون، کاسه، بعد قاشق گفته شد. من چنگال رو نوشتم براتون اینجا، چنگال میشه چاتال. تاباک رو نوشتم براتون میشه بشقاب. بچاک هم یعنی چاقو. بارداک هم که بود یعنی لیوان. خب حالا بیایم که این جا خالی رو پر کنیم. 8 تا تصویر داده، عذر میخوام 5 تا 10 تا که 10 تا هم جای خالی داده. میگه اینا رو با چه واحد اندازه‌گیری میشه گفت؟ مثلا این چیه؟ این یه فنجون قهوه است. فنجون رو میتونی بیاری بنویسی اینجا، بی فنجان قهوه. چی؟ دوغ آیران هم یعنی دوغ. بی لیتر آیران. بیر دیلیم اکمک یه برش نون. بیر دمت مایدانوز یه دسته جعفری. بیر آووچ فندق یه مشت فندق. بیر کاسه چوربا یه کاسه سوپ. حالا میدونم تصویر چیز رفت، کلماتمون رفت، حالا من اینجا میگم میدم بالا، میتونید بنویسید ازش.
یا یه کار دیگه بکنیم، یه خورده کوچیک. الان بهتر شد، شاید آووچ رفته باشه زیر تصویر. بیر کیلوگرام آرموت، 1 کیلو گلابی. بیر بارداک میوه suyu، 1 لیوان آب میوه. 3 tane karpuz، 3 عدد هندونه. 1 kaşık salça، 1 قاشق رب. اینم از اینجا. سری کلمات جدید یاد گرفتیم و اما اوکوما این قسمتمون باحاله. نحوه همون تعریف آشپزی هستش. در مورد شیش کباب درست کردن، همین که دارید میبینیم کباب سیخی. اول اومده مواد مورد نیاز رو گفته، مواد مورد نیاز برای کباب رو گفته، نوشته 6 کباب yapalım. تیترمون اینه، یعنی کباب سیخی درست کنیم، 6 کباب درست کنیم در واقع. کباب için malzemeler. کباب için malzemeler. این ل رو ببینید malzemeler. حالا من شاید موقع اولین بار خودم دقت کردم ل رو یه خورده بولد شده گفتم، ولی ل رو زیاد تاکید نکنینش. malzeme. کباب için malzemeler یعنی مواد مورد نیاز برای کباب. 1 کیلوگرم kuşbaşı et، 1 کیلو گوشت تیکه‌ای. اینو من روز رفته بودم قصابی، یه خانم ایرانی اومده بود داشت گوشت میگرفت، ولی کلمه کوشباشی رو نمیدونست که حالا من کمکش کردم و اینا تونست بخره. هی میگفت اینجوری. یه خورده هم قصابی حالا یا متوجه نشده بود یا خودش رو زده بود کوچه شب متوجه نمیشد. ولی خب ببینید ما یا کیما داریم یعنی گوشت چرخ کرده، یا کوشباشه داریم دیگه. حتی به مرغ هم میشه گفت کوشباشه، ربطی این نداره. مثلا من وقتی میرم قصابی میگم تاوو کوشباشه یا پارمسناز، یعنی مرغ رو هم تیکه تیکه‌ای خورد میکنید به این ترتیب. کوشباشه یعنی تیکه های کوچیک، همینی که داری میبینی در واقع همون کباب چنجه هستش. 1 کیلو گوشت تیکه‌ای، 4 عدد soğan، 4 عدد پیاز، 2 عدد domates، 2 عدد گوجه فرنگی، 2 عدد biber، 2 عدد فلفل، 1 kaşık sıvı yağ، 1 قاشق روغن مایع. بچه sıvı یعنی مایع، katı یعنی جامد. 1 قاشق روغن مایع، maydanoz جعفری، kara biber فلفل سیاه، کیک آویشن، توز نمک. حالا نحوه درست کردنش هم گفته اینجا. میگه اتی گنیش بیر کابا کویون، میگه گوشت رو توی ظرف جادار بزرگی بذارید. üstüne sıvı yağ، karabiber، کیک و توز ilave edin. روش روغن مایع، فلفل سیاه، آویشن و نمک اضافه کنید. karıştırın، قاطی کنید. biberleri ve domatesleri küp küp doğrayın. میگه فلفلا رو و گوجه فرنگی ها رو küp بچه همون کیوب انگلیسیه یعنی مکعب. میگه مکعب خورد کنید یا به بیان دیگرمون نگینی خورد کنید. sırayla eti، domatesi ve biberi şişe dizin. میگه به ترتیب گوشت رو، گوجه فرنگی رو و فلفل رو سیخ کنید. tavada yüksek ateşte pişirin. میگه رو تاوه، روی مایتابه در واقع رو آتیش زیاد بپزید. maydanoz ile süsleyin. با جعفری تزیین کنید. süslemek یعنی تزیین کردن. 20 dakika sonra yemeğiniz hazır. 20 دقیقه بعد غذاتون حاضر یا آماده است. آفیت olsun. نوش جون. این از این قسمت. بچه اگه دوست داشتین غذای مورد علاقتون که نمیدونم چه حکمتیه وقتی من اینا بچه ها میخوام به عنوان یازما، چه حالا 70%شون فسنجون رو توضیح دادن، به نوشتن به عنوان یازما ازشون خواستم. نمیدونم حالا چرا همه فسنجون دوستن،
ولی خب وقتی خواستم ازشون نحوه پخت غذای مورد علاقه‌شون رو بنویسن فسنجون رو گفتن و الان من دیگه انواع اقسام فسنجون رو میتونم بپزم با روش‌های مختلف، با گوشت، با مرغ، کم بوده با ماهی هم بگم. خب این اگه خواستین خودتون میتونین یه یازمایی در مورد غذای نحوه پخت غذای مورد علاقتون بنویسید. اول مواد مورد نیازشو بنویسید چون واحداشو صفحه پیش با هم خوندیم. قاشق مثلا یه قاشق فلان، یه برش این نمیدونم کیلو، عدد و اینا رو اوکی کردیم و افعال مربوطش هم اکثرا خوندیم که اینو سرخ کنیم، آب پس کنیم، اضافه کنیم، زیرش رو روشن کنیم، زیرش رو کم کنیم، اینا رو یاد گرفتیم. میتونیم بر خودتون یه دونه یازما بنویسید. ولی حالا یه چند تا سوال پرسیده در مورد اوکوما. گفته کباب için kaç adet biber kullanıyoruz؟ میگه برای کباب چند عدد فلفل استفاده میکنیم؟ فلفلی که اینجا بهمون گفته بود 2 adet biber. میتونیم بنویسیم 2 adet biber kullanıyoruz. کبابı ne ile süslüyoruz؟ میگه کباب رو، کباب دقت کنی کباب چون بعدش صدادار اومد پ به ب نرم شد کباب. کباب رو با چی، با چه چیزی تزیین میکنیم؟ با جعفری داشتیم تزیین میکردیم. میتونید جواب بدین. maydanoz ile süslüyoruz. Siz kebabı hangi içecek ile seviyorsunuz؟ شما کباب رو با کدوم نوشیدنی دوست دارید؟ نوشیدنی حالا یه چیز سلیقه‌ای دیگه، میتونی بگی آیران دوغ، میتونی بگی کولا، همون کولا، میتونی حالا بگی چه میدونم گازوز میگم، یعنی چیز سلیقه‌ای هر چی خواستید میتونید بنویسید. کبابو seviyor musunuz؟ کبابو دوست دارید؟ که اکثرا جواب مثبت، بله همه دوست دارن. Evet seviyorum. اینم که اینجا همون یازمای منو خواسته، اینم که هیچ. و اما رسیدیم به یکی از گرامرهای مهممون، اونم وجه دستوری امریه. چطور امر کنیم؟ بچه قبل از اینکه وارد این مبحث شیم میتونید وارد پیج ترکی بادری اینستاگرام بشید. اونجا ویدیو اختصاصی ساخته شده براش و میتونید اونو استفاده کنید ازش. ولی خب من با اینجا با جزئیات میگم، ولی یه سر بزنید ضرر نمی کنید مطمئنا. و این از این لایک ویدیو رو فراموش نکنید. همین الان لایک رو بزنید که انتهای ویدیو یادتون نره و اگر هم سابسکرایب نکردید کانالمونو سابسکرایب کنید. همین الان هم این کار رو انجام بدید که فراموش نکنید تا آخر ویدیو. بریم که امری رو یاد بگیریم. دوستان این قسمتمون در مورد امیر کیپیه، یعنی دستور امری و چه دستوری امری. چطور میتونیم امر کنیم؟ چگونه امر کنیم؟ من دوست دارم این قسمت رو با جدول توضیح بدم. به کمک جدول توضیح بدم این پارت رو. ببینید دوستان جدولمون جدول همیشگیه. ضمایر شخصی ben sen o biz siz onlar من تو او ما شما اونها. ستون olumlu مثبت، ستون olumsuz منفی، ستون olumlu soru سوالیه مثبت، olumsuz soru سوالیه منفی. ولی یه چند تا نکته داره که باید بگم بهتون. ببینید اگه دقت کنی ردیف ben و بیز خالیه، خط تیره داره. یعنی چی؟ چه مفهومی داره؟ یعنی این که اول شخص مفرد و اول شخص جمع امری نداره. یه چیزی همینجا من داخل پرانتز بگم بهتون، این مبحث به شیوه های مختلف گفته شده. یعنی یه سریا با من موافق نیستن، میگن نه امری هم داره، گرامرش هم اینه. گرامرش وجود داره، میتونیم به من و ما امری کنیم، ولی اون امری به یه شکل خواهشی طوری در میاد. اونم بخش بعدی، ویدیوی بعدی قراره توضیح بدم بهتون. ولی خواستم داخل همین پرانتز اینجا بهتون بگم یه سری با هم موافق نیستن، یه سری کتاب‌ها یا یه سری از اساتید محترم دیگه میگن نه امری اول شخص مفرد داریم، جمعم داریم، خیلی هم راحت، گرامرش هم هست. من موافق نیستم. به نظر من نمیتونم به من یا به ما امر کنم. من اگه به من امر کنم من خیلی با خودم حرف میزنم دریا این کارو بکن، زود باش، دیر کردی، عجله کن. ولی این کاری که من انجام میدم انگار دریا رو، من رو یک
شخص دیگه در مقابلم در نظر میگیرم، در واقع یک مخاطب در نظر میگیرم که دارم بهش امر میکنم عجله کن، زود باش، دیر کردی، فلان فلان فلان. این نشد اول شخص مفرد، این شد دوم شخص مفرد. دارم انگار به یه شخص دیگه، به یه مخاطب دارم امر میکنم دریا زود باش، انگار یه دریا نامی پیش من هستش و دارم امر میکنم بهش. به خاطر همینه. یا همچنین به ما نمیتونم بگم این کارو بکنیم هستش، بکنیم هستش، اون گرامرش فرق میکنه. دوباره میشه، دارم تاکید میکنم، نمیگم وجود نداره، هستش تحت این گرامر. نمیگیم این کارو بکنیم دیگه امر نیست، یه کوچولو خواهشی داره توش. پس این رو از من قبول کنید که آقا اول شخص مفرد و اول شخص جمع امری نداره. من نمیتونم به من و به ما امر کنم. یعنی از 6 تا حالتمون 4 تا حالت، از 6 تا شخصمون 4 تا، یه دونه دوم شخصا موند مفرد و جمعش، یه دونه سوم شخص مفرد و جمعش موند. خب خیلی راحته، همینجا یاد بگیرید. ببینید اولا یکی از پرکاربردترین امریهای ما دوم شخص مفرد دیگه. ما به مخاطب، به یه نفری که مخاطبمون هستش امر میکنیم برو، بیا، بشین، نرون، نشین، نگو، نخند، بخون، بنویس، برو. اوکی، یکی از رایج‌ترین امریهای ما دوم شخصمونه. چجوری به یک دوم شخص مفرد امر کنم؟ بچه‌ها با پیدا کردن ریشه، یعنی با حذف ماک و مک از آخر مصدرها میتونی به یک دوم شخص مفرد امر کنی. از مصدر گیتمک میخوام بگم برو، گیتمک رفتن، میخوام بگم امر کنم به یک دوم شخص مفرد. چجوری؟ گفتم ماکومک رو حذف کن، میشه گیت، تموم شد، گیت، برو. میخوام بگم بیا، از فعل گلمک اومدن، گل، مکشو حذف کردم. میخوام بگم بشین، اتورماک، ماکشو حذف کردم، اتور. میخوام بگم بخون، اوکوماک، ماکشو حذف کردم، اوکو. میخوام بگم بنویس، یازماک، ماکشو حذف کردم، یاز. پس با پیدا کردن ریشه میتونیم به یک دوم شخص مفرد امر کنیم. مثل اینجا گل، از فعل گلمک، از مصدر گلمک، بیا، مکشو حذف کردم، بیا. حالا میخوام منفیش کنم بچه‌ها، میخوام منفیش کنم. این سری اینوری بریم جلو. میخوام منفی کنم، بگم به جای اینکه بگم بیا بگم نیا. بچه چجوری منفی میکردیم یک فعلو؟ بلدیم، یک چیز مشخصیه. یک جمله فعلی رو با اضافه کردن ما و یامه بعد از ریشه میتونیم منفی کنیم. حالا این مونده به ریشمون. ریشمون آخرین حرف صدادارش کلوم باشه، یعنی آ او باشه. ما استفاده کن بعد از ریشت. اگه آخرین حرف صدادار ریشت اینجا باشه، یعنی ای او باشه، از م استفاده کن بعد از ریشت. گل حرف صدادارش اینجاست، پس از م استفاده میکنم، گلمه، نه یا. پس برای منفی کردن ما و م بعد از ریشه، ثابت مشخص تکراریه. بریم سوالی کردنش رو یاد بگیریم. نداریم. دوم شخص مفرد یا دوم شخص جمع نمیتونم سوالی کنم. چرا؟ نگاه کن فارسیشو. من به این نفر میگم، امر میکنم بیا، فلانی بیا. آیا همزمان با امر کردم به یک دوم شخص مفرد میتونم ازش سوال کنم، یعنی بهش اختیار بدم که بیا یا نیا؟ سوال کردن خب دو جنبه داره دیگه، یا جوابت آره یا نه، میا یا نمیا. اونم میگه آره میام یا نه نمیا. ولی آیا یه دقیقه فکر کن، از لحاظ منطقی هم داری به این نفر امر میکنی، هم داری ازش سوال میپرسی، اختیار میدی بهش که بیاد یا نیاد. پس اینا در تناقضه. نمیتونی به این نفر بگی بیا یعنی بیا و همزمان بگی بیا، هم امر کنی هم سوال کنی. پس این در تناقضه. پس دوم شخص مفرد و دوم شخص جمع سوالی ندارد. نمیتونم هم به این نفر امر کنم هم بهش اختیار بدم که یه کاری انجام بده یا انجام نده. پس تا اینجا کار چی یاد گرفتیم؟ اول شخص مفرد، اول شخص جمع امری ندارد. برای امر کردن به دوم شخص مفرد ریشه فعل رو پیدا میکنیم، یعنی ما کمک رو حذف میکنیم، ریشه رو به دست میاریم. برای منفی کردن دوم شخص مفرد ما و م رو بعد از ریشه اضافه میکنیم. برای سوالی کردن دوم شخص مفرد هیچ کاری نمیکنیم، چون نمیتونیم یک دوم شخص مفرد و یا جمعش رو سوالی بکنیم. بریم سراغ سوم شخص مفرد. میخوام به یک او امر کنم. چجوری؟ اولا این
چیز رو باید فکر کنید در نظر خودتون یه سناریو نویسی، یه چیزی تصور کنید که این امری به سوم شخص مفرد توسط یه کسی دیگه است، یعنی یه واسط داری وسط. یعنی چی؟ یعنی به این شکل، اینو هممون دیدیم، هممون میدونیم. بابای با بچهش با پسرش دعوا میکنه، حالا بحثشون میشه. بابای به مامانه میگه به پسرت بگو دیر نیاد خونه ها، به پسرت بگو شما بیاد خونه، زود بیاد، بره، بشینه، پاشه. این یعنی به یک سوم شخص مفرد، به یک او داری امر میکنی. باباه به واسطه مامانه داره به پسر امر میکنه. اگه بابا مستقیما به پسر امر میکرد میشد امری دوم شخص مفرد، ولی بابا داره به واسطه مادره به پسر امر میکنه. پس این شد، این مثلث یک شد یک سوم شخص مفرد. بگو بشینه، اون بگو بشینه، امری سوم شخص مفرد. بگو بیاد، بگو بخوره، بگو نیاد، بگو نخوابه، بگو ننویسه، بگو حرف نزنه، بگو حرف بزنه. پس این یک سوم شخص مفرد. این که حالا بعضیا میگن خب من چجوری سوم شخص مفرد رو امر کنم؟ اینجوری. برای اولا چجوری ساختش چه شکلیه، از لحاظ مفهومی درک کردیم قضیه چجوری بسازم. ریشت به دست آورده بودی یا ریشتو ما کمک رو حذف کرده بودی، به اضافه پسوند سن میکنی بچه‌ها. سن، سین، سون، سون مونده به ریشت. آخرین حرف صدادارت باشه. اینا همتون بلدید مطمئنم، اونقدر که تکرار کردیم. آخرین حرف صدادار ریشت باشه، از سن استفاده کن. ای باشه، از سین استفاده کن. او باشه، از سون استفاده کن. او باشه، از سون استفاده کن. سن، سین، سون، سون، یا به اختصار سن. یعنی چی؟ میخوام بگم بیاد، از فعل اومدن، گل ریشمه، گلسین. میخوام بگم بره، از فعل گیتمک، گیتسین. میخوام بگم بشینه، اتور، از ریشه فعل اتورماکه، اتورسون، بشینه. میخوام بگم ببینه، گرسون. میخوام بگم بمونه، کالسون. ریشه به اضافه سن، سین، سون، سون. برای منفی کردن طبق معمول ریشه به اضافه ماومه. کالماسın نمونه، گیتمسین نره، gelmesin نیاد، oturmasın نشینه، görmesin نگاه نکنه. برای سوالی کردن دقت کن که سوم شخص ها سوالی دارن، مثبت. سوم شخص مفرد یا یک جمع رو میتونیم سوالی بود. بریم سراغ همون سناریو پدر، مادر، پسره. حالا تو امری چی میگفتیم؟ به پسرت بگو بیاد. حالا پدرم مادره میپرسه پسرت هم بیاد. این شد بیاد. یا پسرت هم نیاد. داری در مورد سوم شخص از واسطت میپرسی بیاد نیاد، نظرت چیه؟ بشینه؟ بره؟ نظرت چیه؟ بره؟ پس همون بره، بشینه، بیاد، نشینه، نره رو با لحنت میدونیم. ما تو زبان فارسی با لحنمون سوالی میکنیم، در زبان ترکی با پسوند پرسشی مومی مومو. با لحنت سوالی کن، بیاد و سوالی کن بیاد، نیاد و سوالی کن نیاد، بره رو سوالی کن بره. پس سوم شخص های مفرد سوالی داره. سوم شخص ها چه مفردش چه جمعش سوالی داره. بچه‌ها دقت بکنید. برای ساختش ریشه به اضافه سن، برای منفی کردن ریشه به اضافه ماومه، برای سوالی کردن فعل تو کلمه تو به اضافه پسوند پرسشیت کن. گلسن مه بیاد. برای من سوالی منفی فرقی نمی‌کنه، یه ماومه داره بعد از ریشه منفی شده. گلمسن مه نیاد. پس گلسن مه بیاد، گلمسن مه نیاد. رسیدیم به اول شخص جمع. اول شخص جمع هیچ گونه امری نداره، چه منفی، چه سوالی، چه مثبت، چه خبری، هیچی نداره. دوم شخص جمع. دوم شخص جمع میدونی برای ساخت دوم شخص مفرد چیکار کردیم؟ گفتیم فقط ریشه رو به دست بیار. حالا همون ریشه رو اگه پسوند ان یا انز بدی بهش، ان یا انز بدی بهش، چی میشه؟ به یک دوم شخص جمع انگار داری امر میکنی. گل میشه گلین، بیا بیاید، داری به دوم شخص جمع امر میکنی. بشین اتور، اتورون، بشینید. برید میشه
برو میشه گیت، جمعش بشه میشه گیدین، پسوند این گرفت. اکو بخون، بخونید، اکویون. پس ریشه رو اگه به اضافه این اون بکنی انگار به دوم شخص جمع امر کردی. حالا این چیه؟ این انوزه چیه اینجا؟ این انوزه میدونی چیه؟ این انوزه امری دوم شخص محترمان است، کتابیه. آچورونوز، انگار میگم بفرمایید بشینید، خواهش میکنم، تمنا میکنم بفرمایید بشینید. بیشتر تو کتابا و بروشورا ازش خیلی استفاده میشه از این پسوند انز و اینا. پس حالت رسمی و کتابی و اینطور چیزا داره، یا اینکه فوق محترمانه و اینا هستش که امر میکنی. پس یا ان یا انز، geliniz, oturunuz, kalınız, seviniz. دوم شخصه، چیز نداره، جمع چی میگفتن؟ سوالی. دوم شخصه، مثل دوم شخص مفرد سوالی نداره. نمیتونی بگی بشینید هم امر کنی هم بهش اختیار بدی. ولی منفی داره با اضافه کردن ما و مه بعد از ریشه. گل مین یا گل مینیز. و برای امر کردن سوم شخص جمع خیلی راحته. همون سن سین سوسونه بود به مفردت داده بودی، یه لار و لر اختیاری هم میتونی آخرش بری داخل پرانتز، یعنی اختیاریه. هم میتونی بگی گلسین، هم میتونی بگی گلسینلر بیان، گلمسینلر نیان. سوالی کردنش بعد از فعلت مومی بذار پسوند پرسشی. گلسینلر می بیان، گلمسینلر می نیان. یه بار دیگه مرور میکنم، بریم سراغ ارنکا و مثال ها. برای امر کردن به دوم، برای امر کردن امری، نکاتشو دارم میگم. برای امر کردن امری باحال بود. برای اینکه میخوایم امر بکنیم، میخوایم گرامر امر رو یاد بگیریم، شخص ها رو دونه دونه بررسی کنیم. 1. اول شخص مفرد اول شخص جمع امری ندارد. 2. برای امر کردن به دوم شخص مفرد فقط ریشه رو به دست میاریم. گل، گیت، کال، اوتور، ایچ، یه، یاز، اوکو. برای منفی کردن ریشه به اضافه ماومه. برای سوالی کردن دوم شخص مفرد و جمع سوالی نداره. هم نمیتونی هم امر کنی هم اختیار بدی به این نفر. سوم شخص مفرد، برای امر کردن سوم شخص مفرد ریشه رو به اضافه سن، سین، سون، سون، گل سین، کال سن، ایچ سین، اوتور سون، یه سین، بخوره، بشینه، بخونه، بیاد، بره. برای منفی کردن ریشه به اضافه ماومه. برای سوالی کردن سوم شخص سوالی دارن. پسوند پرسشی رو آخر فعلت بیار. gelsin mi? Gitsin mi? Kalsın mı? Görsün mü? İçsin mi? منفی سوالی هم که همونجوری ماومه بعد از gelmesin mi? içmesin mi? kalmasın mı? برای امر کردن اول شخص جمع گفتم اول شخص جمع امری نداره. دوم شخص جمع ریشه تو به اضافه ان، این، اون بکن. gelin, oturun, için, kalın. یا انز، ریشه به اضافه انز بکن. geliniz, kalınız, içiniz, oturunuz. و برای امر کردن منفیش هم گفتم بهتون، منفی ماومه، دوم شخص سوالی ندارن. سوم شخص هم سن، سین، سون، سونه تو میتونی به اضافه لارو لرت بکنی. برای منفی کردن ماومه بعد از ریشه، برای سوالی کردن پسوند پرسشی بعد از فعلت. این بوده از وجه دستوری امری. کافیه این قسمت رو یاد بگیری. این رو که میدونی برای منفی کردن این ستون بلدی، ماومه بعد از ریشه. برای سوالی کردن هم درک کردی که اول شخص ها هیچی ندارن، دوم شخص ها هم سوالی ندارن، میمونه فقط سوم شخص ها. اینم که پسوند پرسشی بعدشه، میمونه این ستون. اونم که دو تا حالت که هیچی نداری، حالت سوم دوم شخص مفردت که اینم راحت ریشه است، میمونه اینها. یک رمزی بهتون بگم، سوم شخص مفرد پسوندش سینه، کلا جفتش هم س داره. سوم شخص مفرد پسوندش سن، سین، سون، سونه. از اینجا یه رمز واسه خودت بذار که پسوند سوم شخص مفرد هم یادت نره. اینم از اینجا. دوم شخص مفرد مشخصه، جمعش مشخصه. سوم شخص جمع هم واقعا معلومه، لارو لر بعد از سینه. فقط این ستون رو یاد بگیری دیگه همه چیز اوکی و میتونی از پس تمام ساخت فعل ها بر بیاد. بریم ارنکا رو با هم داشته باشیم، بعد بریم تمرین ها رو حل کنیم. خوب گوش بدید که تمرین ها رو ویدیو رو پاس میکنید بعد پلی میکنید و خودتون حل میکنید. Birinci örneği okuyorum. Lütfen derste sessiz olun. Lütfen در کلاس بی صدا باشید یا همون ساکت باشید. ریشه به اضافه این اینها. نگاه کن. ریشه به اضافه این.
Ona asla inanma. Ona یعنی به اون. asla یعنی هرگز. میگه به اون اصلا یا هرگز باور نکن. اینان ریشمونه یا همون امری دوم شخص مفرد. اینان یعنی باور کن. اینان ما باور نکن. Toplantıya Gökhan da gelsin mi? به جلسه gökhan هم بیاد. gelsin mi? ببین امری سوم شخصه ها انگار رئیسه داره از مدیر عاملش میپرسه که gökhan هم به جلسه بیاد. توسط یک واسط این داره رخ میده. buraya park etmeyin. اینجا پارک نکنید. ریشه اته به اضافه ما و مه منفی شده به اضافه اینه پسوند دوم شخص جمع. بالایی ریشم گله به اضافه سین شده گل سین برای سوالی کردم می بعد از فعل. کلاه گلسین هم که اصطلاح یعنی خسته نباشیده ولی در کل یعنی راحت باشه براتون. این کاری که داری میکنی راحت بگذره برات که معادل خسته نباشید قرار دادیم ما خودمون. خب بچه ها ویدیو رو پاس کنید لطفاً. سوال 9 10 11 12 این صفحه رو کلاً جواب بدید بعد بیاین که با من çek کنیم cevaba رو. میگه aşağıdaki cümleleri örneklerdeki gibi tamamlayalım. جملات زیر رو 10 تا جمله که داده مثل örnek های بالایی گفته تکمیل کنید. خب دقت کنید. دونه دونه بریم جواب بدیم. Siz bu odayı hemen temizleyin. میگه شما این اتاق رو فوری همین الان تمیز کنید. ریشه به اضافه این اون شده. امری دوم شخص جمع. sekreter dosyayı bugün göndersin mi? میگه منشی فولدر و پوشه رو دوسیا رو امروز بفرسته. امری سوم شخص ریشه به اضافه سانسینسون اینم سوالی شده. sen derse geç kalma. تو به درس یا به کلاس دیر نکن. ریشه همون امری دوم شخصه با ماومه هم منفیش کردم. Arkadaşlarınızla kavga etmeyin. با دوستاتون با رو درس 4 میخونیم. اگه درس همین کتاب درس 4 همین کتاب اگه اشتباه نکنم میخونیم که چجوری با داریم میگیم. لا گفتم ببینی آخر فعل یا ل با معنی میده. Arkadaşlarınız درس 4 ترم پیش دوستاتون. Arkadaşlarınızla با دوستاتون. kavga etmeyin دعوا نکنید. اولا ات ریشته به اضافه این شده چون دوم شخص جمعه. arkadaşlarınız گفته دوستاتون پس دوم شخص جمعه با ماومه هم منفی شده. lütfen tuvaletleri temiz kullanın. لطفاً دستشویی‌ها رو تمیز استفاده کنید. ریشه به اضافه این. partiye mutlaka Ayşe de gelsin. به پارتی حتما آیشه هم بیاد. سوم شخص مفرد ریشه به اضافه سانسین. annenize yalan söylemeyin. به مامانتون دروغ نگید. ریشه söyle با ماومه منفی اینم که چون امری دوم شخص جمعه. yağmur yağıyor o dışarı şemsiyesiz çıkmasın. میگه بارون داره میباره اون بیرون بدون چتر نره. çıkmasın ریشه به اضافه ماومه منفی به اضافه سن سوم شخص مفرد. bilgisayarda oyun oynamayın. ödevlerinizi yapın. تو کامپیوتر در کامپیوتر بازی نکنید. تکلیفاتون رو انجام بدید. oyna ریشه مای منفی این دوم شخص جمع. yap ریشه به اضافه این دوم شخص جمع. Çok yorgunlar. Bu kafede biraz dinlensinler mi? میگه خیلی خستن. تو این کافه یکم استراحت کنن. ریشه سین سوم شخص با لر سوم شخص جمع. میتونینم نیاری یا گفتم این امری لار و لر. dinlensin mi میم که سوالیش کردم. پس لر بچه ها اختیاری میتونی بیاری میتونی نیاری. سوال 10 چی گفته؟ Gofte aşağıdaki boşluklara verilen fiillerin emir kiplerini yerleştirelim. میگه به جای خالی پایینی فعل‌های امری فعلایی که داده شده رو بذاریم. جای خالی ها رو پر کنیم با اونا.
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den 7 altın tavsiye. میگه از دکتری که در کل دنیا مشهور هستش و ترکیه به اسم مهمت öz 7 تا توصیه یا پیشنهاد طلایی داده. اینا رو در نظر بگیریم با این افعال داخل باکس. بسلنمک یعنی تغذیه کردن. بسلنمک اول درسم بهتون گفتم. سپور yapmak ورزش کردن. سپور بچه ها ایسپور نه سپور. یمک غذا خوردن، یا البته اینطوری بگم بهتره فقط خوردن. یمک میشه غذا خوردن. گیتمک رفتن، ایچمک نوشیدن، ayırmak جدا کردن، زیارت etmek زیارت کردن، دیدار کردن، uyumak خوابیدن. حالا این چند تا فعل رو میخوایم اینجا تو جای خالی مربوط به خودش بذاریم. یکمی چی گفته؟ یعنی اولی چی گفته؟ اینجوری بهتره. اولی اینو گفته. بول خیلی زیاد چیکار کنید؟ بنوشید، تغذیه کنید، ورزش کنید، ayırmayın زیارت کنید، بخورید. فکر میکنم spor yapmak زیاد ورزش کنید. احتمال دارین جابجا بشه. مطمئن نیستم. میتونه چند تا حالت رو با هم داشته باشه. 6 ayda bir doktora gidin. همشو دارم دوم شخص چقدر بد نوشتم ولی اشتباه نوشتم. همشو باید دوم شخص جمع بنویسیم. spor yapmak چیه؟ امری دوم شخص جمع. spor yapın. Doktora gidin. Ailenize ve dostlarınıza zaman ayırın. میگه به خانواده‌تون و دوستاتون زمان جدا کنید، یعنی وقت بذارید براشون. اینم از اینجا. haftada bir kez balık yiyin. یک بار در هفته ماهی بخورید. akrabalarınızı ziyaret edin. فامیلاتون رو دیدار کنید، به دیدارشون برید. dengeli beslenin. bol bol su için. میگه خیلی متعادل تغذیه کنید، تغذیه متعادل و اوکی داشته باشید و خیلی زیاد آب بخورید. بول یعنی زیاد فراوون. Her gün en az 6 saat uyuyun. همش اوکی، همش جور در اومد. هر روز کم 6 ساعت بخوابید. اینم از این سوال. و بریم سوال 11. میگه biz de resimlere bakalım ve sağlıklı yaşam için tavsiyeler yazalım. میگه ما به تصویرها نگاه کنیم و برای داشتن زندگی سالم توصیه‌ریزی رو بکنیم، داشته باشیم. اولی چیه؟ اولی مثلا میتونه باشه چون دستامون رو بشوریم. سک از یه خورده عقب شروع کنیم به این شکل. sık ellerinizi yıkayın. تون به تون دستاتون رو بشورید. این sağlıksız beslenmeyin. ناسالم تغذیه نکنید، تغذیه ناسالمی نداشته باشید. سیگارا içmeyin. سیگار نکشید. این میتونه باشه sağlıklı beslenin یا bol salata yiyin مثلا. نه این تغذیه سالم داشته باشید. این چی؟ میخواد بگی شیر بخورید. شیرم مگه خوردنش چیز نشد که زیادم اوکی نیست خوردن شیر. حالا کتاب قدیمی احتمالا هنوز تا اون موقع مشخص نشده. بول süt için. خیلی زیاد شیر مصرف کنید، شیر بخورید در واقع. اینم spor yapın. ورزش بکنید به همین راحتی. حالا این چیزی بود که به ذهن من رسید. میتونید متفاوت بنویسید ولی مربوط بشه به عکسمون.
بریم سوال 12. Sual 12 گفته ne zaman ne söylüyoruz? Uygun cümleleri yerleştirelim. کی چی میگیم؟ جملات مناسب و جای خالیش بذاریم. çok yaşayın. بلدیم اینو درس یک ترم پیش، یعنی عافیت باشه. موقعیت به کار میبریم. hayırlı olsun یعنی مبارکتون باشه. برای وقتی که چیز جدیدی میخریم یا وقتی که حالا یک اتفاق خوب مثل فارغ التحصیلی و چه میدونم عروسی این تو چیز اتفاق میفته، geçmiş olsun خدا بد نده، elinize sağlık یعنی دستتون در نکنین. وقتی یک چیز دستی و یدی و اینطور چیزی انجام بگیره ازش استفاده میکنیم. hasta bir kişiyi ziyaret ediyorsunuz. میگه وقتی یک شخص بیمار رو به زیارتش میرید. از چه جمله استفاده میکنیم؟ خب معلومه geçmiş olsun. این میتونه جوابش geçmiş olsun باشه، خدا بد نده. yemek yiyorsunuz ve çok beğeniyorsunuz. غذا میخورد خیلی هم میپسندید. elinize sağlık دستتون درد نکنه. Arkadaşınız yeni bir ev alıyor. hayırlı olsun. Arkadaşınız hapşırıyor. hapşırmak یعنی عطسه کردن. çok yaşayın. باکس بالایی میتونید بردارید. این از سوالای مربوط به این قسمت بود. سوالای خوبی هم بود. مربوط بود معمولا به دوم شخص جمع یا دوم شخص مفرد. خوب بود در کل. تمرین باحالی بود. بریم دیلما رو با هم گوش بدیم، بعد که هیچی دیگه جای خالی ها رو پر کنیم با هم. اول بگم موضوع چی. البته yol tarifi داره، آدرس میده. میگه هارون ile Ömer spor salonuna gidiyorlar. میگه هارون و عمر دارن به باشگاه میرن. هارون otoparkta ve yolu bulamıyor. میگه هارون تو پارکینگ و راهو نمیتونه پیدا کنه. Ömer ona yolu tarif ediyor. عمر هم داره راهو بهش آدرس بهش میده، تعریف میکنه. Alo. Efendim? Merhaba Ömer. Şu an otoparktayım. Spor salonuna nasıl gelebilirim? Harun, şimdi otoparktan çık ve sağa dön. Burası Atatürk Caddesi sanırım. Evet, oradan Şifa Hastanesi'ne kadar yürü. Evet, hastaneyi görüyorum şu anda. Şimdi oradan karşıya geç ve Halk Kütüphanesi'nden sola dön. İstiklal Caddesi'ne mi giriyorum? Evet, oradan dosdoğru ilerle. Gül Çiçekçisi'ni ve Atatürk Lisesi'ni geç. Bahar büfesini görüyorum. İşte oradan sağa dön ve yolun karşısına geç. Süper. Gençlik spor salonunun önündeyim. Gel hadi. Tamam, geliyorum şimdi. Görüşürüz. Görüşürüz. بچه‌ها شروع کنیم. الو efendim. بله. merhaba Ömer. Selam Ömer. Şu an otoparktayım. الان parkingem. Otoparktayım. Mesela öne git. Otoparktayım. Spor salonuna nasıl gelebilirim? چطور میتونم به باشگاه بیام؟ هارون şimdi otoparktan گفت çık. هارون الان از پارکینگ برو بیرون و sağa dön و به راست بپیچ. برو به سمت راست. Burası به این شکل گفت. Burası Atatürk Caddesi sanırım. هارون گفت اینجا فکر کنم جاده آتاتورکه. یا خیابون آتاتورکه به این شکل. Evet. Oradan Şifa Hastanesi'ne kadar yürü. میگه آره از اینجا تا بیمارستان شفا راه برو. Evet hastaneyi görüyorum şu anda. آره بیمارستان رو دارم میبینم الان. Şimdi oradan karşıya geç. الان از اونجا برو اونور خیابون karşıya geç ve Halk Kütüphanesi'nden sola dön. Sola dön ve Halk Kütüphanesi'nden sola dön. İstiklal Caddesi'ne mi gireyim? Ya giriyorum? İstiklal Caddesi'ne mi giriyorum? میگه وارد خیابون استقلال بشم. Evet oradan da dosdoğru ilerle. آره میگه از اینجا مستقیم پیش برو جلو. Gül Çiçekhanesi'ni ve Atatürk Lisesi'ni geç. میگه گلفروشی گل روز و دبیرستان آتاتورک رو رد کن. Bahar büfesini görüyorum. میگه بوفه بهار رو دارم میبینم. işte oradan sağa dön. میگه آره از همونجا الان به سمت راست بپیچ و یولون karşısına
geç و دوباره برو اون بر خیابون. süper. Gençlik spor salonunun önündeyim. میگه خیلی هم عالی. الان جلوی باشگاه gençlik هستم. gençlik spor salonunun önündeyim. بعد آخرش میگه gel hadi. بیا دیگه. tamam. giriyorum. باشه دارم وارد میشم. giriyorum şimdi görüşürüz. میگه اوکی دارم وارد میشم الان. میبینمت. görüşürüz. میبینمت. görüşürüz. میبینمت. راحت بود. ولی بچه ها این خواهشان این دیلمه ها رو نگید راحته چیزی نیست و فلان و خیلی تو دیلمه و لیسنینگتون کمک میکنه و این باعث میشه که به مرور کنشماتون اسپیکینگتون تقویت بشه. یعنی با یک تیر دو نشون میزنید. هم دارید با این کار لیسنینگتون رو تقویت میکنید هم اسپیکینگتون رو. خیلی خیلی هم مهمه. مربوط به گرامر هر درسی هستش و به درد بخوره. میتونین ازش چندین بار حتی گوش بدین این پارت ها رو، این ویدیو ها رو که خوب جا بیفته، گوشتون عادت کنه. دینلمه دارم تاکید میکنم خیلی مهمه. این از این قسمت. اینم که یه یازماه گفته یه مادری داره به دخترش غذایی رو تعریف میکنه، توضیح میده. میتونی یه دیالوگ توری بنویسید براش، یعنی دیالوگ بین مادر و دخترش وقتی که مادر داره به دخترش نحوه پخت غذایی رو توضیح میده. این از اینجا. این بود از ویدئوی مربوط به بخش آ از درس 1 سطح آدمون. لطفا ویدیو رو لایک کنید تا یادتون نرفته. کانال اگه سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید و ویدیوی بعدی هم میخوایم بخش ب رو شروع کنیم. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hadi görüşürüz.